آفرین. من کجا میبری؟ میرم این زیر سلام به تربیت. سلام به تربیت. چطوری؟ خوبم. احوالت؟ مرسی. نام و خانوادگی، آدرس کوچه. همون امارت رزام قبلا پلی دادیم. یعنی عوض نشدی؟ همونی دقیقا؟ آره. یه خورده بهش فکر کن، شاید یکی دیگه باشه. نه میدونستی؟ نه یه خورده بهتر بهش فکر کن، شاید یکی دیگه باشی، حواست نیست. نه من همونم، فقط بدلشم. خب الان میدونی جریان چیه؟ نه. خب جریان اینه که من ازت 3 تا سوال میپرسم. اگر به 3 تا سوال جواب درست را بدهی، بین کاراکترهایی که بعدم بهت میگم خودت یکی انتخاب میکنی، با صدای اون بازی میکنی. اگه که نتونستی هر 3 تا سوال درست جواب بدی که یه دونه رندوم یه شماره انتخاب میکنی و یه دونه از یوتیوبرها انتخاب میشه. سوال اول از سخت آسون بپرسم یا از آسون به سخت؟ آسون. توی قسمتی که پابجی بود خب کدوم یوتیوبرها بودن توش؟ میا بود. بله. روش بود. بله اشتباه گفتی. جدی؟ آره دیگه، اونا تو فورتنایت بودن، تو پابجی نبودن. راستی کوسر بود. خب باش، این که دیگه کی بود؟ کوسر آریا. بله دیگه پیشگار. من باز اشتباه گفتی دیگه، خیلی اشتباه گفتی، ازت نمیپذیریم. میریم سوال بعدی. ای بابا. اگه هیچ کدوم از 3 تا سوال درست جواب ندید اصلا بازی نمی‌کنیم ما هم. بگو ببینم 4 تا از پلیلیست هایی که توی گلزیلاش هسته رو نام ببر. انیمیشن یوتیوبرها. بله یکی. مسعود و قاسم. 2 تا درسته. وای میشه زمان بدی؟ نه میخوای بری تقلب بکنی، زمان نمیدم، با همین الان بگی. وای داری میری تقلب بکنی نه؟ نه به قرآن. وای خدایا چی بود؟ خدای چی میتونه باشه؟ مختلف. خب مختلف شد 3 تا، 4می دیگه داری تقلب میکنه، احساس میکنم داری تقلب. نه به خدا خب 4. انیمیشنی که خیلی کم ویو میخورد، چشم دهندگان. آفرین، با تقلب درست جواب دادی. به خدا تقلب به نکردم. جهل خودم تو تقلب کردی. نه تقلب نکردم خدایی. خواهب نداره. یه شماره از بین 1 تا 8 انتخاب کن. 8 بچه است آقا فریورز. آقا فریورز. خب ردی کن. آقا فریورز تو نباید با صدای آقا فریورز حرف بزنی که صدای من مخصوص من، تو با صدای خودت حرف بزن. اوکی من فکر کردم صدای من باید آقا فریورز باشه. من اگه در بیاری کامپیوتر تو را هک میکنم، سنتم تو شناسنامه میکنم 78 سال، بعد دیگه به تو هیچکی زن نمیده. چون 78 سالته. باید اونطوری بری با مامان بزرگ رفیق فقط ازدواج کنی. اگه کسی نیاد خونه که من همیشه لنگ میکنم لوتم عالیه. کسی هم بیاد کار نمیتونه بکنه. من افیای تو مشتم دارم، اینا که چیزی نیستن. امه کشت. خیلی بهتر الان نجاتت میدم، دارم میام. آقا فریورز رو نجات میدم. بگیر خدا. شیلدی نخور، بده من بخورم. من گشتمه. بهتر بیاد. باش سرت. باز من مردم. ناکه. آفرین. من کجا میبری؟ میرم این زیر ریوایوت کنم. چه هیچ کدوم خون ندارم من خون بزنم. خون بهت دادم دیگه، شیلد بهت دادم. این شیلده، من خون میخوام. خون خورم. الان برات پیدا میکنم. بادا خودم پیدا کردم، به تو احتیاجی ندارم. آخه بیا اینجا چست هست. انمی کجاست؟ بگو نیاز دارم برای اینکه بدونم. دیدم خودم زدمش، به تو نیازی ندارم. همیشه به من نیازی نداری؟ من میکشم. دیدمش. وایسا زدمش. من زدمش. بگو دیگه. من گفتم ای وای
به من بد تیر زد، به من بد تیر زد. میکشمش. زدم. ماشاءالله گلزیدا که این بازیکن همه رو میزنه. آقا فریبرزم. ببخشید آقا فریبرز. چه همه تیره رو بریم داری برای خودت؟ من تیر ندارم. این رایفل بیا بیا. بسه. خیلی زیاد بهت دادم میدونم. نصف تیرم بهت دادم. زخم کردید چرا؟ این به نظرت اگه با تیر بزنم بهش ناراحت میشه؟ ناراحت شد. ناراحت شد. من در میرم اینا خیلی بد میزنم. خداحافظ گل آقا فریبرز. بیا لامبورگینی تنها نرم منم با خودت ببر. سوار شو. در رو بابا از اون برو داری برعکس میری. من خودم بلدم. ماشینمون چرخ نداره. مهم نیست برو. من چرخ برام خیلی مهمه. چرخ برات نباید مهم باشه وقتی بنزین نداری. خداحافظ من پیاده شدم. از دون که بریم من پیاده. چه کاریه بابا خودم میشینم گذش بیا. نمیام. گلزیدار. من گلزیدار نیستم. من فریبرزم. با توی جا نمیام. از من تا پوزش نطلبی من با توی جا نمیام. پوزش خداحافظ بابا برم کن من خواستم ناسخ کردن ندارم. من تو خودم میرم. نه من تنها نظر من تنهایی میترسم. خب بیا دنبالم اگه میخوای. گشنم شده. گشنمه. بیا شیل. این آقا فریبرز میزنتش. پشتمش. من اسبو میمونم. بابا کش من میرم لوت میکنم. تو هم به جنبتی از من میدزدی. میدونم. میخوای هکت کنم؟ میخوای بفرستم تو بازی ها بری پیش یوتیوبرها؟ آره اینو خیلی دوست دارم. آفرین ممکنه بمیری ها. نه مهم نیست. میشه نه جدی میتونی تو انیمیشن یوتیوبر رو منو اد کنی؟ خیلی دوست دارم. 400 میلیون تومن میگیرم. میدم. آن که ندارم پولش اما میدم. 400 میلیون تومن بریز به حسابم. فردا تو رو میبرم پیش غوله با 3 قدرت ماورایی بدون درد و خونریزی. چه کاریه وقتی میتونم برم تو غاره اون یارو جنگیر مستم. تو که نمیدونی کجا هست غاره. میدونم اسم بازیش ماریو رانه. پوکیمون گو. بیا دیگه اسم بازیشو برم با روانشناسی معکوس اسم بازی رو از زن کشیدم بیرون. آره میتونی برو. سب کن دارم قورباغه میکشم. قورباغه رو کشتم. قورباغه نه قورباغه. بگو قورباغه. آره آقا فریبرز. میام. گلزیدا میگم آقا فریبرز پشت تیر بزن انشالله. من میکشه کشت منو. سخن پایانی این چیزی داری؟ آره اگه داری ویدیو رکورد میکنی بله که بچه‌ها کامنت لایک سابسکرایب دوستاتون بفرستین. بله دوستاتون بفرستین. آره همین گلزیدا سابسکرایب کنید. گلزیدا سابسکرایب کنید به تربیت ها. خب خداحافظ.